جنگ تازه شروع شده. این بار ایران در برابر غول‌های اسپانیا. ما 8 از بهترین تیم‌های ایرانی و 8 از قدرتمندترین تیم‌های اسپانیایی رو گذاشتیم توی گردونه شانس. گردونه مشخص میکنه کدوم تیم‌ها با هم روبرو میشن و کاملا تصادفی یه جدول 16 تیمی شکل میگیره. اما تازه این اول ماجراست، چون برای هر مرحله دوباره گردونه میچرخه و یکی از 7 چالش مرگبار رو انتخاب میکنه و فقط 2 تیم میتونن خودشون رو به فینال برسونن و اونجا همه چیز مشخص میشه، ایران یا اسپانیا کدوم لیگ قوی تره. من رضا واجی هستم، خوش اومدید به دوئل شانسی لیگ ایران مقابل اسپانیا. همین الان داخل کامنت ها بگید به نظر تو بهترین تیم ایران و بهترین تیم لیگ اسپانیا کدومه، بریم سراغ گردونه شانس تیما. خب بچا میبینید 8 تا تیم از لیگ ایران و 8 تا تیم از لیگ اسپانیا هست. ما هر سری سعی میکنیم تیمای بقیه شهرها رو بذاریم مثل رفسنجان، چادرملو و آلومینیوم عراق به عنوان 3 تیم جدید وارد شده. خب گردونه رو میچرخون تا ببینیم برای ما چه تیمی رو انتخاب میکنه که برای ما تراکتور رو انتخاب میکنه. تراکتور توی سمت چپ جدول بالا قرار میگیره. حالا یه بار دیگه گردونه رو میچرخونیم تا حریف تراکتور مشخص بشه که برای ما آلومینیوم عراق رو انتخاب میکنه. توی اولین دیدار باید نبرد تمام ایرانی رو ببینیم. حالا میریم سراغ گردونه چالش‌ها. خب بچه چالش‌های مرگبار رو می‌بینیم که هر مرحله یه چالشو داره. اگه حتما سری ویدیوهای قبلی رو ندیدید مثل جنگ ایران و عربستان و ایران و انگلیس حتما برید اونها رو ببینید. حالا گردونه چالش‌ها رو میچرخونیم و چالش دور اول برای ما فوتبال بدون قانون انتخاب میکنه. بریم سراغ نبرد تراکتور آلومینیوم. خب بچه قبل از که بریم سراغ نبرد تراکتور آلومینیوم بچه من یه توضیح راجع به اینجا بدم. بچه الان شما وقتی مثلث رو میزنید اینجا می‌بینید اوورال همه تیم‌ها برابر میشه، چون خیلی داخل ویدیوهای قبلی گفته بودید چجوری تیم‌های ایرانی میتونن انگلیسی رو شکست بدن. من این دکمه رو میذارم تا همه چیز برابر باشه. اگه من این دکمه رو نذارم اصلا تیم‌های ایرانی نمیتونن از پس تیم‌های اروپایی بر بیان و هدف من اینه که فقط شما از ویدیو لذت ببرید و اصلا هیچ دخالتی من داخل ویدیو ندارم. خب بچه قبل از که اولین نبرد رو توضیح بدم، هر تیم موفق بشه به حریفش 3 تا گل بزنه بازی تموم میشه، چون تعداد نبردها زیاده. و بریم سراغ جنگ اول بین تراکتور و آلومینیوم. خب جنگ تراکتور آلومینیوم شروع شد و ببینیم داخل این فوتبال بدون قانون که فقط داور نقشش اینه که کورنرها رو اعلام کنه و اوتا رو چی میشه یا تکل خشن از بازیکنای تراکتور. بچه این اگه تو فوتبال عادی این تکلا رو بزنن اصلا داور 3 تا کارت قرمز میده. این مرحله 2 تا تیم ایرانی خوردن و قطعا ما یه دونه از تیممون رو از دست یا تکل خشن از پوستونسکی میاره واسه محمد نادری. مهدی ترابی میاره واسه پوستونسکی، شوت زنه پوستونسکی پشت محوطه زد و گل شد. ایگور پوستونسکی گفتیم شوت زنه و دروازه آلومینیوم عراق حالا باز میکنه. تراکتور 1 آلومینیوم 0. فرصت مهدی ترابی، خود ترابی اونم شوت زنه، بازی پاس آفساید داد، کاملا تو آفساید بود، ولی چون دیگه آفساید وجود نداره داور کاری نداره، تیم‌ها فقط باید گل بزنن. مرداد محمدی سان فرصت برای تراکتور و گل دومم میزنن. بله اشترکالی. چقدر تراکتوریا فرصت طلبن. حالا 2 جلو میافتن از آلومینیوم عراق. حالا تراکتوریا مهدی ترابی اونم شوت زنه پشت محوطه میزنه و گلر آلومینیوم خلیفه توپو عالی میگیره و تمام. تراکتور موفق میشه 2 آلومینیوم شکست بده، یه مرحله بره بالاتر. و حالا بریم سراغ گردونه شانس. خب گردونه رو میچرخونیم ببینیم این بار برای ما چه تیمی رو انتخاب میکنه که رئال بتیس رو انتخاب میکنه. رئال بتیس سمت راست جدول بالا قرار میگیره. حالا یه بار دیگه گردونه رو میچرخونیم تا حریف رئال بتیس که برای ما پرسپولیس از ایران انتخاب میکنه. بریم نبرد پرسپولیس و بتیس رو ببینیم. اینم از اولین نبرد ایران و اسپانیا که با بازی پرسپولیس و بتیس شکل میگیره. ببینیم بتیسیا که گوت آنتونیو ایسکو رو دارن مقابل پرسپولیسیا چیکار میکنن. اولین موقعیت بتیسیا میارن که پیام توپو عالی میگیره. استارت خوبی رو زده تیوی بیفومو، چه استارتی زد. یه پاس عالی برای علی پور، میتونه پرسپولیس گلزنی کنه. علی پور و توی دروازه پرسپولیس تو ضد حمله گل میزنه. مگه میشه پرسپولیسی باشی به عشق پرسپولیس و علی پوری ویدیو لایک نکنی و همین الان داخل کامنت ها یه قلب قرمز و عدد 9 نذارید پرسپولیسی داخل کامنت ها نشون بدید ببینم چقدر زیادید. آنتونی باید نشون بده ببینیم واقعا گوت هستش یا نه. فعلا ارتش سرخ از پا در آورد، یه دریبل زد. حالا بتیسیا انزو و بازم پیام. فرصت حالا برای بتیسیا پشت محوطه، آنتونی میزنه و پیام عالی میگیره توپو. بازم بتیسیا، کاروالیوی شوت زن، عجب گلی رو میزنه این ویلیام کاروالیو. رئال بتیس برمیگرده. چه گل خوشگلی رو زد به پرسپولیس ویلیام کاروالیو.
بیفوما وارد محوطه میشه. بیفوما عجب گلی رو میزنه بین اون همه مدافع رئال بتیس. عجب گل خوشگلی رو زدین بیفوما. پس یه گل دیگه بزنن کار بتیس تمومه. امید علیشان به بازی اومده جای اورانوف، میاره اینبر برای صادقی که به توپ نرسید. تمام. پرسپولیس به مرحله بعدی میره و گوتانتونی و رئال بتیس حذف میشن. بریم سراغ گردونه. خب دوباره گردونه شانس رو میچرخونیم تا ببینیم این بار برای ما چه تیمی رو انتخاب میکنه که این بار برای ما فولاد انتخاب میکنه. فولاد سمت چپ جدول قرار میگیره. خب دوباره گردونه رو میچرخونیم تا ببینیم حریف فولاد. امیدوارم تیم ایرانی نباشه که این بار اتلتیکو مادرید انتخاب میشه. بریم سراغ جنگ این دو تیم. فعلا یه تیم ایرانی موفق شده یه تیم اسپانیایی رو حذف کنه. الان ببینیم اتلتیکو مادرید خیلی از بازیکناش جدا شدن. چند تا خریدم داشته، مثل همین بازیکنی که تازه از تیم یوونتوس به تیم اتلتیکو اومده. حالا فرصت برای فولادیو تو محوطه اتلتیکو و دروازه اتلتیکو مادرید هم باز میشه. فولاد دروازه اتلتیکو رو باز کرد، اصلا برخلاف جریان بازی دوباره مثل گلی که بیفوما زد به رئال بتیس. امیر سرآبادانی بود که دروازه‌شو باز کرد. اتلتیکو واقعا داشت خیلی بهتر بازی میکرد. دوباره حالا ضد حمله خولیان آلوارز. یسان فرصت برای فولادیو، یه ضربه سر از بلانکو. اوبلاک عالی برگردون. حالا گریزمن، یه ضد حمله گریزمن و بازم حامد لک. دوباره فرصت گریزمن برمیگردون اتلتیکو مادریدو. گریزمن دقیقه 87 رویای برنده شدن فولاد و یه جدال تمام ایرانی تو مرحله بعدو به فراموشی میسپرن حالا فولادیا. و چه گلی رو زد گریزمن و بازی تموم میشه. بریم سراغ وقتای اضافه. حالا فرصت برای اتلتیکو مادرید یا تو محوطه. حامد لک چه توپی رو گرفت از گریزمن. خولیان آلوارز آخرین فرصت اتلتیکو که بازی به ضربات پنالتی نره. و تمام. بازی اتلتیکو و فولاد برنده نداره و ضربات پنالتی برنده این نبرد رو مشخص میکنه. اولین پنالتی رو گریزمن میزنه، کسی که حامد لکو تو بازی یه بار تونست مغلوبش کنه که اینجا موفق میشه. حالا سینا اسدبیگی و اوبلاک که اسدبیگی میزنه و گل میشه. حالا نوبت به جولیان آلوارز میرسه. جولیان آلوارز اونم دقیقاً زد جایی که گریزمن زد و بازم حامد لک تسلیم شد. حالا گوستاو بلانکو اوبلاک چقدر خوب دارن میزنن دو تا تیم پنالتی. گلرها تا الان کاری نکردن. حالا شماره 9 اتلتیکو میاد که اونم میزنه و پنالتیش گل شد. حالا شماره 33 فولاد رو من نمیشناسم کی، حالا هر کی هم از پنالتیشو خیلی خوب زد. حالا نوبت به برانا میرسه، کاپیتان اتلتیکویا، و اونم میزنه و پنالتی چهارم گل شد. حالا علی نعمتی میاد. علی نعمتی و اوبلاک میزنه. نعمتی هم عالی زد. نوبت به کوکه میرسه. کوکه و حامد لک که پنالتی پنجم اتلتیکویا هم گل شد. و حالا اگه این پنالتی سینا اسدبیگی گل بشه تمومه. ببینیم سینا اسدبیگی چی میزنه وسط هم زد. چقدر خوب زد. رفتیم رو پنالتی های تکی. حالا ببینیم چی میشه بالاخره این نبرد. همچنان دارن پنالتی ها رو گل میکنن. حالا سعید صادقی میاد. صادقی و اوبلاک که سعید صادقی خراب میکنه. اتلتیکو به مرحله بعد میره و فولاد حذف میشه. بریم سراغ گردونه شانس. خب گردونه شانس رو میچرخونیم تا ببینیم این بار برای ما چه تیمی رو انتخاب میکنه که بارسلونا انتخاب میشه. بارسا سمت راست جدول قرار میگیره. یه بار دیگه گردونه رو میچرخونیم تا حریف بارسلونا که ویارال در میاد. و حالا باید یه نبرد تمام اسپانیایی رو ببینیم. جنگ تمام اسپانیایی بارسا و ویارال. ببینیم برنده‌اش چه تیمیه. بارسا رال اعتبارای فوتبال اسپانیان. اتلتیکو مادرید که به سختی تونست به مرحله بعد بیاد. حالا اینجا تو جدال تمام اسپانیایی چی میشه؟ دانی اولمو خیلی راحت میاد تو محوطه شوتشو میزنه و بارسا رو یکیچ جلو میندازه. فرصت حالا برای ویارالیا، تک به تک با دروازه بارسا توی دروازه. ویارال حالا حساب کار 1-1 میکنه. آلمو لوا شوت زنه. لواندوفسکی توپ از زیر طاق دروازه ویارال در اومد بیرون و گل نشد. حالا یه حمله دیگه برای بارسا. لواندوفسکی این بار بیرونه، پا میزنه و کنج دروازه اینجوری خوشگل زد. فرصت حالا برای ویارالیا، یه شوت میزنه توپ میخوره به تیرک توی برگه توی دروازه
ویارال بازم برمیگرده. یه بار دیگه ببینیم دوباره چقدر راحت زد افتاد جلوی پشت و دروازه رو به همین راحتی باز کرد. ضد حمله برای بارسایا. یامال چیزی اصلا ازش ندیدیم. تمام. این بازی هم میره به وقت اضافه و گل طلایی. خب حالا میریم به گل طلایی. تو وقتای اضافه هر تیمی گل سومو بزنه بازی خودش تموم میکنه این نبردو. لواندوفسکی. یاسان فرصت برای تیم ویارال تو محوطه بارسلونا. خطرناک هم هستن، شوت زنن. رافینیا. یاسان. لواندوفسکی سرزن. حالا بالده بود. نه آنسو فاتی اینجا چی میکنه؟ فاتی اصلا از بارسلونا جدا شده، رفته به تیم پوگبا. یادم رفت، ولی حالا اینجا میاد و گل میزنه و تموم میشه. ویارال حذف میشه و بارسا به مرحله بعدی میره. بچا خواهشم از من گلگی نکنی که چرا فاتی اومد. من نقل و انتقالاتش واقعا مثلا دست نزدم. خب گردونه شانس رو میچرخونیم تا این بار ببینیم برای ما اتلتیکو بیلبائو رو انتخاب میکنه. خب دوباره گردونه شانس رو میچرخونیم. حریف اتلتیکو بیلبائو مس رفسنجانه. بریم سراغ جنگ این دو تیم. این شما و اینم جنگ مس و اتلتیکو بیلبائو. ببینیم نبرد این دو تیم چی میشه. فرصت برای اتلتیکو بیلبائو و توی دروازه اتلتیکو بیلبائو با نیکو ویلیامز. فرصت برای گل دوم برای بیلبائویی ها. حامد پاکدل برای مثل رفسنجان میزنه و عالی گرفت گلر بیلبائو، یا سیمون اگه اشتباه نکنم. اونای سیمون. دوباره نیکو ویلیامز سرعت خوبی رو داره این نیکو. دوباره فرصت. نیکو یه ضربه پشت محوطه از شماره 8 بیلبائو و گل دومم میزنن. ولی از دست پیام پارسا بر نیومد. حالا فرصت برای مس تا یکی از گلای خورده رو جبران کنن که نه. و تمام. مس رفسنجان حذف میشه. اتلتیکو بیلبائو یه مرحله میره بالاتر و بریم سراغ گردونه شانس. دوباره گردونه شانس رو میچرخونیم و این بار برای ما چادر ملو رو انتخاب میکنه. دوباره گردونه شانس رو میچرخونیم تا حریف چادر ملو ببینیم برای ما سویا رو انتخاب میکنه. جنگ این دوتا تیم رو ببینیم. رسیدیم به جنگ سویا و چادر ملو. فرصت برای سویا. یه ضربه. شانس آورده. ادسون ضربه اول خوب گرفت ولی تو برگشت نزدیک بود دروازه‌شون باز بشه. فرصت حالا برای سویا پشت محوطه چادر ملو. یه شلیک و توی دروازه. یه سوپر گل سویا میزنه. عجب گلی رم زد. سویا 1 چادر ملو 0. دوباره یه ضد حمله برای سویا. لوکاکو حساب کار 2-0 میکنه برای سویا. این لوکاکو بچه اون لوکاکو نیست، این یه لوکاکوی دیگه است. حالا فرصت برای چادر ملولیا. لوکا باکا. فرصت برای سویا. میرن برای گل سوم و لوکا باکا حساب کار رو 3-0 میکنه برای سویا. تمام. چادر ملو حذف میشه و سویا یه مرحله میره بالاتر. بریم سراغ گردونه شانس. خب گردونه رو میبینید فقط 4 تیم باقی مونده. 2 تیم از ایران و 2 تیم از اسپانیا که چه تیمایی هم مونده. گردونه رو میچرخونیم و این بار برای ما سپاهان از ایران رو انتخاب میکنه. گردونه رو میچرخونیم تا ببینیم حریف سپاهان برای ما استقلال رو انتخاب میکنه. نبرد تمام ایرانی بین استقلال سپاهان سمت چپ جدول و رئال مادرید و خیرونام سمت راست جدول قرار میگیرن. بریم نبرد سپاهان و استقلال رو ببینیم. بریم سراغ جنگ تمام ایرانی داخل زمین برفی بین سپاهان و استقلال. جمپو چه تکلی زد. فکر کنم بازیکن سپاهان مصدوم شد دیگه نتونست بلند شه. حالا نازون چه فضایی داره وسط آسانی من اندونگ هم داره. میبینه اندونگ و تیر دروازه سپاهان به لرزه در میاد. حالا آریا یوسفی. فرصت اندونگ یه تیر دروازه زد. دوباره اندونگ یه اشتباه. فرصت برای سپاهانیا میزنن آنتونی آدان. عجب توپی رو گرفتین آنتونی آدان. جلال الدین ماشاریپوف یه پاس عالی. نازون خودشو رسون به توپ ولی بازم تکل بازیکنای سپاهان. حاج صفی و میریم سراغ گل طلایی داخل وقتای اضافه. جنگ نزدیکی بوده بین سپاهان و استقلال ایران. پاس ماشاریپوف چه فضایی داره. اندونگ پاس نداد بهش. دوباره جمپو. آریا یوسفی توپشو میگیره. بزه دمه دیگه برای استقلال یا ماشاریپوف. صالح هردانی. یه سان برای سرخیزان.
آریا یوسفی یسان، فرصت برای سپاهان. چه توپی رو در آورد مهران احمدی و بازی به ضربات پنالتی میره. اولین پنالتی رو استقلالیه با سعید سرخیزان به سید حسین میزنن. حسینی مغلوب میشه، سرخیزان تقریبا چیپ زد. حالا نوبت به ریکاردو آلوز و آنتونیو آدان میرسه. آدان خوب تشخیص داد ولی اونم مغلوب شد. حالا انون که تو بازی یه بار تیر دروازه رو زد، اینجا میزنه به تور و گل میشه. حالا نوبت به مجید علیاری و توی دروازه. مجید علیاری 2-2 میکنه. حالا ابوالفضل جلالی استقلال پیش میندازه. استقلال نمیخواد تو پنالتی بازه و نه مهاجم جدید فرانسویشه که تو بازی هیچ کاری نکرد ولی اینجا پنالتی عالی میزنه. حالا آرمین سهرابیان کاپیتان آبیا و گل کرد، خیلی ریسکی زد. حالا نوبت به لیموچی میرسه. لیموچی و توی دروازه 4-4. پنالتی آخر علیرضا کوشکی میاد. کوشکی حسینی نزدیک بود بگیره سید. حالا نوبت به میلاد زکیپور میرسه. اگه خراب کنه استقلال برنده شده. میلاد و آنتونی آدان. میلاد و آدان که گرفت آنتونی آدان و تمام. استقلال به مرحله بعدی میره و سپاهان حذف میشه. بریم سراغ نبرد رئال مادرید و خیرونا. رسیدیم به نبرد آخر بین رئال و خیرونا که سمت راست جدول چه تیمایی هستن، پرسپولیس، رئال و بارسا. حالا اگه رئال بتونه از پس خیرونا بر بیاد و به مرحله بعدی بره، فرصت برای خیرونا و توی دروازه رئال مادرید خیرونا باز میکنه. تیبو کورتوا تسلیم خیرونایی‌ها میشن. یعنی یه معجزه رو قراره ببینیم داخل نبرد لیگ‌های ایران و اسپانیا یا نه. وینیسیوس چه تکلی رو روش زدن. وینی پرداش ادامه داد. اون تکلی رو اگه تو دنیای واقعی میزدن طرف تا آخر عمر دیگه نمیتونست فوتبال بازی کنه. یا سال کیلیان امباپه. حالا فرصت برای رئال مادرید. فدریکو والورده یه اشتباه از بازیکنای خیرونا. آردا گلر میزنه به توی دروازه. آردا گلر دروازه خیرونا رو باز میکنه و بالاخره تیم ژاوی آلونسو موفق به گلزنی میشه. رودریگو یه پاس برای امباپه که آفساید بود ولی آفساید توی این نوع مسابقه وجود نداره و امباپه قدر این فرصت رو ندونست. وینیسیوس و دوباره خود وینی و اینم گل دوم. چه زیرتاقی، چه دقیقه ای. بازی تموم شده بود و وینیسیوس جونیور بدین شکل کارو تموم میکنه و داور سوت پایان بازی رو میزنه و رئال به مرحله بعدی میره و خیرونا حذف میشه و دور اول تموم شدش. و حالا بریم سراغ گردونه چالشا. خب گردونه چالشا رو میچرخونیم تا ببینیم دور دوم باید تیم‌ها توی چه چالشی با هم رقابت کنن که ضربات پنالتی رو انتخاب میکنه. بریم اولین نبرد بین تراکتور و اتلتیکو مادرید رو ببینیم. این شما و این اولین دیدار از سمت چپ جدول که با مهدی ترابی شروع شد. زد تیرک و گل شد. شانس آورد. حالا گریزمن و ادیب زاره برتود محمدی زد دقیقاً جایی که ترابی زد. اوبلاک تسلیم شد. اوبلاک میدونه پنالتی گیره خوبی. حالا خولیان آلوارز و ادیب زاره که بازم خلاف جهت خورد. تراکتور شانس داره به نیمه نهایی بره. اشترکالی میزنه و گل میشه اشترکالی هم. حالا نوبت به شماره 14 اتلتیکو مادرید میرسه که ادیب گرفت. حالا دروشک حالا تراکتور رو پیش میندازه. ببینیم تراکتوریا با این پنالتی چی کار میکنن. خود اتلتیکو یا نه گل شد. حالا این پنالتی حتما باید گل شد تا تراکتور برنده باشه. خرید جدیدشون میاد. هافکی که جای آلوز اومده، بازیکن کرواتشون اسمش یادم رفت، میزنه و گل میشه و تمام. تراکتور به مرحله بعدی میره و اتلتیکو حذف میشه. تراکتور همین الان به عشق تیمتون داخل کامنت ها یه قلب قرمز بذارید تا ببینم چقدر تراکتوری دارن این ویدیو رو میبینن. بریم سراغ نبرد بارسلونا و پرسپولیس از سمت راست جدول. خب اینم از ضربات پنالتی حساس ترین بازی که شروع میشه. پرسپولیس و بارسلونا، دو قول فوتبال ایران و اسپانیا. یامال اونم میزنه جواب شکاری رو داد. حالا بیفوما و گارسیا که بیفوما میزنه و گل میشه. حالا نوبت به کاپیتان رافینیا میرسه. رافینیا خراب میکنه. نیازمند گرفت. حالا علی پورو گارسیا هم گرفت. چه نبردی رو داری میبینی. حالا لوا به سبک خودش یه مکس فریب داد. چه قشنگ فریب داد. حالا پرسپولیس میتونه دوباره پیش بیفته. اورانوف 3-2 میکنه حساب کارو. حالا فرانکی دیونگو پیام نیازمند. دیونگ چه ضربه راحتی رو میزنه. نوبت به مارکو باکیچ میرسه. باکیچ چقدر خطرناک زد.
پدری و پیام نیازمند، پدری و نیازمند، پدری خیلی خوب زد. و میریم سراغ پنالتی های تکی که محمد خداوندلو شروع میکنه. اولی زد، کنج دروازه بارسا زد. حالا نوبت به دنی اولمو میرسه. اولمو نیازمند، اولمو و گل شد. شانس آورد. حالا سرچ اوریه و گارسیا. اوریه خیلی راحت میزنه. حالا شال کنده میاد. کنده اونم میزنه و گل میشه. دوتا تیم قصد حذف شدن ندارن. حالا مرتضی پورعلی گنجی که هفتمین پنالتی هم میزنه و گل میشه. حالا نوبت به آراوخو میرسه. رونالد آراوخو چیپ میزنه و گل شد. حالا حسین کنانی زادگان، حسین کنانی اونم گل کرد. چه طولانی شد پنالتی های این دست. حالا نوبت به کوبارسی میرسه. کوبارسی اونم گل کرد. 8 برابر. پرسپولیس و بارسا قصد بیرون رفتن ندارن. میلاد محمدی گفتم خراب کرد که گل شد. حالا نوبت به بالده میرسه. بالده و اونم گلش میکنه. 9 برابر. حالا نوبت به گلرا میرسه. پیام نیازمند وسط زد و گل شد. حالا نوبت به گارسیا میرسه. گارسیا اونم زد وسط و پیام گرفت و تمام. بارسلونا حذف میشه. پرسپولیس به مرحله بعد میره. حالا مگه میشه پرسپولیسی باشی به عشق پرسپولیس همین الان داخل کامنت یه قلب قرمز و یه عدد یک به عشق پیام نیازمند نذاری. و حالا بریم سراغ نبرد استقلال و سویا از سمت چپ جدول پایین. اینم از دوئل استقلال و سویا که اولین پنالتی استقلالی و رامین میزنن خراب شد. حالا لوکاکو اونم خراب کرد. البته لوکا با اسمش اشتباه کردم فکر کنم. حالا ددی اندون و حالا آنتونی آدان استقلالو نذاشت عقب بیفته. اینم همون بازیکنی که سوپر گل زد. این بار آدان تسلیم شد. حالا نوبت به نازون میرسه. نازون فریب میده و گل شد. حالا نوبت به شماره 6 سویا میرسه. آنتونی آدان بازم رفت سمتش. آنتونی آدان تو رئال مادرید بوده، میشناسه تیمای اسپانیایی رو. ابوالفضل جلالی اونم خراب کرد. حالا شماره 17 سویا آدان رفت سمتش و تسلیم شد. حیف شد. حالا جمپو میاد. جمپو بعد این پنالتی رو گل کنه تا بعدیش خراب بشه که جمپو کارشو انجام میده. حالا همه نگاه به آدانه. آدانو شماره 7 سویا آنتونی آدان و میگیره. آدان چیکار کرد؟ آنتونی آدان استقلال زنده کرد. حالا سال اردانی رفتیم رو پنالتی های تکی. سال گل میکنه. حالا شماره 20 سویا اگه خراب کنه همه مدیون آدانن که بازم میگیره آنتونی آدان و تمام. استقلال به مرحله بعدی میره. سویا از میشه و حالا میریم سراغ سمت راست جدول پایین و جدال رئال مادرید و اتلتیکو بیلبائو رو با هم ببینیم. خب بچه‌ها من یه معذرت خواهی ازتون بکنم. من الان فهمیدم من یه لحظه اشتباه جدولو بردم و استقلال باید با اتلتیکو بیلبائو بازی میکرد و رئال مادرید با سویا، که من الان تازه فهمیدم بعد از بازی استقلال و سویا که من اشتباه کردم و همینجا من ازتون معذرت میخوام بابت این اشتباه و امیدوارم منو ببخشید و داخل کامنت ها به من فوش ندید که سویا رو انداخت با استقلال. و حالا بریم سراغ نبرد رئال مادرید و اتلتیکو بیلبائو. این شما و اینم نبرد رئال مادرید اتلتیکو بیلبائو. امباپه اولیشو میزنه گل میشه و بازم من از شما معذرت میخوام دوستان که اشتباه کردم و جدول نگاه نکردم و گفتم اینا با هم بازی دارن، بعد رفتم دیدم اشتباه کردم. حالا 1-1 مساویان. رودریگو میزنه و رئال 2-1 جلو میندازه. حالا شماره 8 اتلتیکو بیلبائو اونم زده. 2 برابر میشن. حالا آردا گولر که دور اول رئال مدیون اونه بود که اومد به این مرحله گل مساوی رو زد و حالا 3-2 میشه. حالا شماره 9 بیلبائو اونم زد. گل شد ویلیامز بود اگه اشتباه نکنم. حالا وینیسیوس جونیور اونم سبک خاصی رو داره. وینی یه مکس چقدر راحت زد وینی. گل 4 برای مادرید. حالا شماره 3 اتلتیکو بیلبائو زد و کورتوا خودش رسوند و گرفتی با کورتوا. حالا الکساندر آرنولد، مگه میشه اصلا آرنولد پنالتی خراب کنه؟ آرنولد معمولا پنالتی زن خوبیه و تمام. رئال مادرید به نیمه نهایی میره و اتلتیکو بیلبائو حذف میشه. بریم سراغ گردونه چالشا. خب گردونه چالشا رو میچرخونیم تا ببینیم این بار برای نیمه نهایی برای ما راشمود انتخاب میکنه و بریم از سمت چپ جدول. اولین نبرد بین استقلال و تراکتور رو داخل راشمود ببینیم. خب بریم سراغ ال کلاسیکوی ایران بین استقلال و تراکتور. ببینیم این جنگ به کجا میره. اولی توپ تراکتوریا با مهدی ترابی میگیرن و میزنن. آنتونی آدان عالی میگیره. قطعا یه دونه تیم ایرانی داخل فینال داریم.
و اونورم رئال مادرید بعد مقابل پرسپولیس قرار بگیره که اونم جذابه. دوباره رامین رضاییان کاتبکش میکنه واسه جمپو، موسی جمپو، یاسر آسانی تسلیم میکنه ادیب زاره رو و استقلال یکی جلو میافته توی این دوئل. جمپو یه پاسو میده اندونگ و چی گرفت ادیب زاره، خیلی خوب گرفت جمپو. بچه‌ها من چرا دستمو میارم بالا؟ چون من میدونم خیلی داخل کامنت ها بعضیا میان مینویسن که رضا دستشون زیره داره بازی میکنه. من موقعیتا میارم بالا که شما ببینید دست من بالاست. فرصت حالا برای تراکتوریا و توی دروازه مهرداد محمدی گل میزنه برای تراکتور و حساب کار 1-1 مساوی میکنه. من اگه بچه‌ها بخوام بازی کنم خب میگفتن خب من یه نفرم میآوردم کنارم مینشوندم 2 نفره با هم بازی میکنیم، ولی بچه‌ها من اصلا برای من فرقی نمیکنه که بیاد فینال، فقط هدف من لذت بردن شما از ویدیو. حالا جمپو و میزنه و عالی گرفت ادیب. رامین رضاییان یه توپگیری میتونه حتی کاتبکش هم کنه. یاسر آسانی دبل میکنه، این آسانیه قد کوتاه. یاسر آسانی خوب داره میدرخشه داخل راشمود برای آبیا. بازم مهرداد محمدی میاد و یه ضربه میزنه. آنتونی آدان توپو گرفت. حالا فرصت برای تراکتوری و امیرحسین حسین زاده میزنه و توی دروازه. امیرحسین حسین زاده عجب گلی رو زد. بین اون همه مدافع استقلالی حساب کار حالا 2-2 مساوی میکنه. جمپو یه پاس عالی، حالا اندونگ و گل سوم برای استقلال. دریه اندونگ، استقلال هم کم نمیاره. حالا نریم به 30 ثانیه آخر بازی میرسیم که آسانی زد و بازم توپ عالی گرفت ادیب زاره. حالا 3 ثانیه آخر فرصت برای تراکتور، زدن و گل نشد و تمام. استقلال میره به فینال و تراکتور حذف شد. اوه شانس آوردش تیم استقلال. بریم سراغ نبرد رئال مادرید و پرسپولیس. بریم سراغ آخرین نبرد نیمه نهایی بین رئال آبی پوش و پرسپولیس قرمز پوش. فرصت بازم برای پرسپولیسیا. اورانوف زاویه بسته به رئال مادرید گل میزنه. اوسون اورانوف. پرسپولیس 1 رئال مادرید 0. باور نکردنی بود. فرصت امید علیشا گل دوم. حالا امید علیشا میزنه واسه پرسپولیس. پرسپولیس داره چی کار میکنه با رئال مادرید؟ یه نتیجه رویایی رو دارن رقم میزنن مقابل رئالیا. والورده امباپه میزنه با پیام عالی گرفت. یه ضد حمله حالا واسه رئال مادرید. وینیسیوس چه استارتی زده. وینی تک به تک و توی دروازه. حالا یکی از گلای خورده رو رئالیا با وینیسیوس جبران میکنن. حالا بیفوما هم شوت زنه. بیفوما میزنه، کورتوا عالی میگیره. امباپه بیفوما توپشو گرفت. حالا پرسپولیس میره واسه گل سومم میزنه. تیوی بیفوما نشون میده ترسی از رئال مادرید ندارن پرسپولیسیا. ضد حمله برای رئالیا. فدریکو والورده بیرون پا میزنه و توی دروازه قرار میگیره. یکی از گلای خورده رو دوباره رئالیا جبران میکنه ولی هنوز یه گل عقبن. رئال مثل یه مار زخمی میمونه، هر لحظه ممکنه زهرشو بزنه. حالا بیفوما و گل 4 واسه پرسپولیس هم کم نمیاره. خود وینی همه رو دریبل میزنه. یه پاس عالی الکساندر آرنولد. گل سوم برای رئال. چه جنگی شده بین رئال و پرسپولیس. حمله دیگه برای رئالیا. امباپه چه سرعتی داره. امباپه برای وینیسیوس. آفساید هم نیست. وینیسیوس و مادرید برمیگرده. رئال مادرید با وینیسیوس جونیور برمیگرده. رئال 4 پرسپولیس 4. چه جنگی شده. کم کم داریم به پایان نبرد میرسیم. آرانوف و تمام میریم به گل طلایی. حالا هر تیمی موفق بشه اینجا گل بزنه خود بازی اصلا تمومش میکنه. حالا امباپه یه توپ دزدی کرده. امباپه یه نفرم دریبل زد. کیلیان امباپه. آرنولد آرنولد چه اشتباهی کرد. یه لحظه پیام نیازمند. یه پاس امباپه تو محوطه. چه گلی رو زد جلوی پای اوسون اورانوف و تمام. پرسپولیس سخت کوش حذف میشه و رئال به فینال میره و اونجا باید مقابل استقلال قرار بگیره. ولی قبلش میریم سراغ گردونه چالش تا ببینیم توی فینال چه نبردی باید با هم دیگه رقابت کنن. خب گردونه چالش ها رو میچرخونیم و برای فینال برای ما فوتبال حذفی رو انتخاب میکنه. ولی قبل از اینکه بریم سراغ این نبرد تمام چالشایی که 2 تا تیم گذروندن و به فینال رسیدن باید تو اونا با هم دیگه رقابت کنن. بریم سراغ نبرد اول، فوتبال بدون قانون. خب ببینیم داخل فوتبال بدون قانون 2 تا تیم چیکار میکنن. حالا اولین فرصت رو رامین رضاییان داره برای استقلال ایجاد میکنه. اندون
اندون یه ضربه پشت محوطه میزنه و کورتوا میگیره. رودریگو، بلینگام، فدریکو والورده تو محوطه میزنه و زخم اول مادریدیا و کاپیتان والورده میزنن. فدریکو فرصت برای استقلالیا، بازم یاسر آسانی تو محوطه، یه پاس عالی روز به چشمی. حالا دوباره رالیا، والورده شوت زن میاره واسه امباپه، دروازه آنتونی آدان. بازیکن سابق رئالو باز میکنه و رئال 2-0 جلو میفته. رئال مادرید 2 استقلال 0. حالا یه حمله برای استقلالیا، توپو میاره واسه نازون. نازون هم چه استارتی زده، خود نازون. حالا فرصت برای استقلالیه، تو محوطه میاره یاسر آسانی، نازون میزنه، تو میفته جلوی پای کوشکی و توی دروازه. استقلال یکی از گلای خورده رو با علیرضا کوشکی جبران میکنه. رودریگو یه بیرون پای محشا رو میزنه. رودریگو او چه گلی رو زد به استقلال، خیلی خوشگل زد. رئال 3 استقلال 1 و تمام. رئال موفق میشه تو چالش اول 2-1 استقلال شکست بده و 1 امتیاز این بخشو بگیره. بریم سراغ ضربات پنالتی. اولین پنالتی هم استقلالیا با محمد رضا آزادی میزنن که کورتوا پنالتی گیر اینجا عالی گرفت. حالا رودریگو، آنتونی آدان اصلا به زانو در اومد. نوبت به سعید سرخیزان میرسه، سرخیزان هم خراب کرد. کورتوا چقدر عالی داره کار میکنه. حالا امباپه، آدان رفت سمتش ولی نتونست بگیره. حالا نوبت به کوشکی میرسه، کوشکی و کورتوا که بالاخره یه دونه از بازیکنان استقلال موفق به گلزنی میشه. حالا نوبت به وینیسیوس میرسه، وینی و میگیره آنتونی آدان. حالا استقلال امیدوار میشه. حالا نازون با یه چیپ میخواد روی آبیا رو برگردونه. نوبت به بلینگام میرسه، بلینگام، آنتونی آدان وای نزدیک بود بگیره. چه جوری این توپ به گل شد. حالا جمپو میاد، ببینیم جمپو و کورتوا چی میشه. جمپو میزنه و گل میشه. حالا فدریکو والورده اگه گل کنه تموم، اگه گل نکنه میریم رو پنالتی های تکی. والورده گل میکنه و تمام. امتیاز این بخشم رئال میگیره و 2-0 جلو میفته. حالا بریم سراغ راشمود. خب بریم سراغ چالش سوم و راشمود، ببینیم توی این مرحله چی میشه. حالا کیلیان امباپه میاره برای اشتباه میکنه. حالا علیرضا کوشکی توپشو گرفت، فرصت. حالا کیلیان امباپه توپو میفرسته به گوشه دروازه استقلال و اگه این بخش رو رئال ببره دیگه تمومه. حالا فرصت برای استقلال، نازون میزنه و گل شد توی دروازه. حالا استقلال برمیگرده، نازون چه بغل پایی میزنه. استقلال 1 رئال مادرید 1. فرصت برای رالیا، رودریگو ضربه سر میزنه و گل شد. گل دوم برای رئال مادرید. خوشحالی کریس رونالدویی هم میره. فرصت برای رئال مادرید و امباپه میزنه و گل سوم. گل سوم هم حالا رئال میزنه. 3-1 از استقلال جلو میافتن. فرصت برای رئال مادرید و وینیسیوس و اینم گل 4م. جشنواره گل را انداخته رئال مقابل استقلال. حالا 4-1 هم جلو میافتن. استقلال چیزی ازش ندیدیم داخل راشمود. فرصت برای رامین رضاییان، یه تنه میزنه به قلب دفاع رئال مادرید و گل دوم برای استقلال. حالا اندونگ تک به تک دوباره با کورتوا چیکار کرد؟ بالاخره گل برای استقلال. گل سوم اندونگ میزنه، ببینیم آبیا برمیگردن یا نه. حمله دوباره برای استقلال، کوشکی توپش زد رودریگو. حالا نازون میرسه و گل 4م. استقلال برمیگرده تو راشمود. استقلال 4 رئال مادرید 4. حالا 4 ثانیه پایانی، 3 2 1 و بریم سراغ گل طلایی. خب حالا بریم سراغ گل طلایی. یه بار اینجا رئال موفق شد پرسپولیس شکست بده. ببینیم از پس استقلال امباپه نبرد وسط زمین و باخت. توپ اومد دست استقلالیا. حالا کوشکی، یسان، حالا نازون، وای کورتوا چه توپی گرفت. بذار حمله برای استقلال، رامین رضاییان چه فضایی داره، خود رامین و توی دروازه. مگه میشه استقلالی باشی به عشق رامین این ویدیو رو لایک نکنی و داخل کامنت ها یه عدد 10 و یه قلب آبی نظری. استقلال نبرد راشمود رو میبره و 1 امتیاز این بخشو میگیره و بریم سراغ جنگ آخر. فوتبال هست، بریم سراغ جنگ آخر که اگه رئال ببره اسپانیا برنده این دوئل میشه و اگه استقلال ببره ایران و اسپانیا مساوی میکنن. یاسر آسانی شوت زنه، میزنه تو برمیگردونن. رامین رضاییان، رامین، حالا امباپه و میاره واسه بلینگام و بلینگام گلزنی میکنه و حالا بعد از بازی بره بیرون و رئال 10 نفره میشه. کیت جدید رئال مادرید هم میبینید، کیت دوم جدید مادریدیا. بچه‌ها بلینگام بازم ترک نکرد، یعنی دقیقاً باگ دوره پیش هم این اتفاق براش افتاد. من نمیدونم چرا نرفتش بیرون.
یعنی اگه جنگ ایران و انگلیس رو دیده باشید دقیقا همین اتفاق اونجا هم افتاده بود. حالا اینجا هم دوباره میافتاد. امباپه بیرون پای خوشگل از کلیان. امباپه حساب کار 2-0 میکنه و این شادی رو هم انجام میده. رئال خب بچه بازی تازه یادش افتاد این دوتا رو ببره بیرون و همزمان جفتشون انداخت بیرون، هم امباپه و هم بلینگام. حالا یه زد حمله رو میزنن. استقلالی خیلی پرتعداده. یه پاس عالی موسی جنپو خود جنپو چقدر بد زد. ببینیم این حمله رو میذاره برای رالیا که نه و تمام. رال این نبرد رو میبره و امتیاز این بخش رو میگیره و اسپانیا فاتح دوئل بین خودش و ایران میشه. خب رفقا به پایان این ویدیو رسیدیم. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان ویدیو لایک کن. اگه اولین بارم از کانال رو میبینی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال کن تا من ویدیو جدید میذارم برات بیاد. اینم پیج اینستاگرام من حتما داشته باش و اینم کانال تلگرام خودم هم اونجا هستم. عضو بشید بیاد داخل گروه با هم دیگه صحبت کنیم و حتما ایده هم داخل کامنت ها بگید و دو تا ویدیو رو از دست دادید مطمئنم خوشتون میاد. و یادتون نره اول از همه سلامت باشید و بعد هدفاتون رو دنبال کنید. تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.